دوستا شما رسالت داره، بالله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانا بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. شما جوانا علم بیاموزی، خودم مسلح بسازی. به کدام صلاح؟ به صلاح قرآن و حدیث. برای ما نفکی میرسانه، کی نصرت ما را میکنه؟ خود شرط است این تنصر الله. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه، ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره، ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره. او عالم، او مردکی دعوتگر، او مؤمن مخلص، بان که در امجو مجالسی که تقویت دین میشه اول انفجار سری تو شد. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکشیم که الله تو جان ما را قبول میکنی. کدام درد ما اول گریان کنیم؟ سر با عفت و با حجاب ما، با عوض از اینکه طفل خدا در سوریه از زیر بال بکشه اول چادری خدا جمع کرده در جان خود است. شما چی عقیده داره که جنت میره یا دوزخ؟ دوزخ میره. امروز ما محض خیلی کم حقی کتاب الله را ادا کنیم، ما را بگذار نکنه، به الله قسم نکنه، منع نکنه. این کتاب الله سرتون شاهدی میده. در یک نقطه اساسی متوجه میسازم تانه. کدام نقطه؟ اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اهمیت دعوت میدانه، از عقیده را میدانه و در سر مرکب سوار صحابی را در حالت رفتار نصیحت میکنه، با ابن عباس رضی الله عنهما میگه یا غلام، عقیده را برش نشان میده. احفظ الله یحفظک، الله را حفاظت کو که تو را حفاظت بکنه. کوتاه میگیرم وقت کم است. کدام کلمات به ابن عباس رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم میده. یک نقطه اخیری را براتون میگم، دیگه را میگذارم تشریح. همه تان الحمدلله علما و اتمنو کتابا را خوانده. یک نقطه را رسول الله برش میگه، وعلم، بدان، در قلبت بشانی سخنه. و همین نکته را برای شما میگم که تا آلی را گپ زده شد، علما گفت شما وعلمو بدانی، در دلتان بشانه ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. برای شما میگم سلفیا، اگر کل مخلوق جمع شود، دنیا جمع شود، یک کل دنیا فعلا جمع شده علیه محو کردن همی عقیده قرآن و حدیث جمع شده، این مبارزه کفری علیه همی عقیده است، علیه همی مراکز قرآن و سنت است. ولو با الله قسم اگر گپی دیگه باشه، خو یادتان باشه اگر کل از یا جمع شود با کل نیروی خود، در او زمانی نیروها نبود، حالی است با این نیروی خود که برای تو نفع برسانه، رسانده میتونه. رسول الله گفت که لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، مگر برای تو نفع رسانده میتونه چیزی را کی براتون نوشته کرده؟ الله سبحانه. شما چی عقیده داری؟ شما چی عقیده داری؟ برای ما نفع کی میرسانه؟ کی نصرت ما را میکنه؟ خود شرط است این تنصر الله، شرط است. اگر من نصرت دین الله را کردم، با الله قسم الله مرا حفاظت میکنه، الله مرا نصرت میکنه. پس چی ضرور است؟ حفاظت دین الله سبحانه و تعالی به اندازه توان و طاقت ما، به اندازه توانم که در هر نقطه قرار دارم. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، چیزی را که الله با بالایت نوشته کرده ضرر برات رساندن نمیتونه. خیر ما ضعیف هستیم یا نه که قوی هستیم؟ بگوی ما قوی هستیم. ضعیف کسی است که از مرگ میترسه، ضعیف کسی است که محبت دنیا را خوش داره، ضعیف کسی است که 4 روز زندگی با اولاد خود خوش داره. کدامتان خوش داره که در راه الله سبحانه و تعالی سر بدی؟ همه ما خوش داریم که در راه الله سبحانه و تعالی
جان خدا فدا کنیم. امی جان ناقصی مرا ای چه حیثیت داره؟ اگر الله سبحانه و تعالی بر رضامندی خود در راه خدمت و فداکاری دین خود قبول کنه، از این کده نعمت عظیم دیگه است. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکشم که الله تو جان مرا قبول میکنی. از او خاطر ما انشاءالله ضعیف نیستیم، اما چه قسم میتونیم خدا کامیاب بکنیم؟ وقتی که رسول الله طفل یاد میده ای عقیده را، ما و شما چرا اطفال خدا یاد نمیدیم؟ این ولس افغانستان یا مردم افغانستان ستم دیده هست، ظلم دیده هست، حکمت ها آمده سرازیر شده، هر کس یاره خشپه کرده. دیگه ظلم ها خیلی زیاد شده دوستا، خود ظلم عقیده و ظلم علم و ظلم دین خیلی زیاد سری ملت شده. هر کس دکانداری جور کرده و این مردم به سجده خود دعوت داده که بیا پای مرا بلیس، آب دست مرا بشوی جانتا و ایره دوا جور کو. هر کس گفته که با مجرد از خانه میبریم بر چفک مردم استاد شوه. ظلم دین زیاد شده. این مردم قابل ترحم و شفقت و دلسوزی هست. شما جوانا علم بیاموزی، خودم مسلح بسازی. با کدام صلاح؟ با صلاح قرآن و حدیث، با صلاح علم. اولاد مردم درس بده، تعلیم بده، ای ملت به خیرخواهی دعوت بده، نه به تاپ زدن، نه به مشرک گفتن، نه به کافر گفتن، نه به مرتد گفتن. چاپلوسی کو در مسئله خدمت دین، چاپلوسی کو. عزتی تا پایین بیار، غیرتی تا پایین بیار. خبان که یک برادری مسلمان عقیده توحید الله سبحانه و تعالی را بگیره، چه گمان داره؟ اگر کسی عقیده داشته باشه که علم غیب غیر از الله دیگه کس داره، تصرف غیر از الله دیگه کس داره، مالک نفع و ضرر دیگه کس اختیارش داره، شما چه عقیده داره که جنت میره یا دوزخ؟ دوزخ میره. خیر چرا ما دلسوزی نداریم؟ ما شمشیر کشیدیم، فرقی سری هر کس از زده رایستیم. جنجال همین دوستا بر ما جور میکنه، مشکل همیا بر ما ایجاد میکنه. با جای از که زانو بزنه در پیش عالم، خب خود سیر از قرآن و حدیث بکنه، از راه علم داخل شود در دعوت خود. بله غیرتی تا ما افتخار میکنم غیرتیستی، شجاعت داری. الله دیگه ای غیرت و شجاعتی تا در چوکات علم استعمال بکنه، با بصیرت استعمال کنه، بی بصیرت نباشه. توی ملت ببین، این دنیای کفر آمده رایست. کدام درد ما اول گریان کنیم؟ سیاسر با عفت و با حجاب ما، با عوض از اینکه طفل خود در سوریه از زیر بار بکشه، اول چادری خدا جمع کرده در جان خود است. این ظلم کفار کلگی میبینه، با چشم سر میبینه. نکو دوستم، نکو مرا بگذار که کتاب الله خورده تا قا گذاشته شده بود. امروز ما محض خیلی کم حقی کتاب الله را ادا کنیم، ما را بگذار نکنه. با الله قسم نکنه، منع نکنه. این کتاب الله سرتون شاهدی میده. این حدیث پیغمبر سالا بسته شد، کتاب کلان شد، در مدرسه دوری حدیث خوانده شد. بان که در مسجد ما در دیقانم حدیثی رسول الله، امی حدیث برش بخوانم. نکو سر ما و دولت و قوم و علم و کسی که سر دین واقعا غیرت داری و دل میسوزانی، امی مردم است که ملت دعوت به سوی قرآن و حدیث میده. دین عام شود. دوستا شما رسالت داره، به الله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانا بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. دعوت به شب و روز گریان پیش میره. من که حالی میخستم یقین به الله بکنه، برنامه مخطط زیاد نداشتم. گفتم الله به خاطر رضای تو در زبانم گپی حق جاری کن. من چیزی نیستم. این اجتماع برای قوت دین تو، کتاب تو و حدیث تو است.
حدیث رسولی است. تو ما را نصرت کن. ما چی را باید یاد بگیریم؟ اگر محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلبم باشه، واقعا از نفسم که در رسول الله مقدم باشه و الله مقدم بگردانه، باید قدم به قدم نقشه پیغمبر را یاد بگیرم، بعد از او تعقیب کنم، بعد از او عملی کنم. عزیزا من میفهمم که قربانی میده. از سری بدخشان شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنه. یک مولوی صاحب برام زنگ زد که مولوی صاحب والله کرایه موتر والله قسم به قرض پیدا نکردم. امروز عالم ما از کدام نقطه سر حاضر شده در این جمعیه پیام بگیره، بفهمه، درک بکنه مسئولیت خدا. من چی مسئولیت دارم؟ و عزیزا میتونیم 10 دانه اطفال مردم در گرد خود جمع کنیم. خیر است 5 سوریش شما بگیره، قایدش شما بگیره، تختگکش شما بگیره، قلمش شما بگیره. الحمدلله ما چیزی بالا 70 حلقه داریم از خواهراست. الله در عمرشان برکت بندازه به خاطر رضای الله. با وصف امی قدر قیودات میایه، امی تعلیم قرآن و حدیث با اطفال میکنه، عقیده را با اطفال میکنه. ما را چی شده؟ بیایه امی مجمع اگر ما و شما تعهد با الله سبحانه و تعالی بکنیم که 1 روپیه ما دیگه به جای مصرف نمیشه، فقط در خدمت کتاب الله و حدیث رسول الله، کامیاب هستیم یا ناکام؟ کامیاب هستیم. تعهد کنیم که ما همه ما فقط در توی، در جنازه، در تمامی گپا پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم و هر کدام ما امید و آرزو داریم یا نداریم؟ داریم. شما بگویید عمل کرد ما، دعوت ما تقریری خیلی زیاد است. بان که امی مردمی که سالا علما در گوششان پف کرد، تقریر کرد، تبلیغ کرد، ذهن از او را پر ساخته، در عمل تو بری مردم عوام ثابت بساز که واقعا تو پیروی کیستی؟ پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیایی که در عمل ثابت بکنیم، دعوت عملی بدیم. یقینا دل بسوزانیم. اجتماع پیام داره. اینی پیام است. اگر ما واقعی، حقیقی، براستی الله سبحانه و تعالی آدم از نفاق نگاه کنه، به الله قسم بس اوقات در ذهنم میگرده که در همچه مجالس اگر 1 دقیقه تاخیر بکنم یا الله در جمله منافقین نرو، به خاطری که خود زرنگ دانسته که برو هرچی میشه انفجار میشه، هرچی میشه اموح شود. او عالم، او مردکی دعوتگر، او مؤمنی مخلص، بان که در همچو مجالسی که تقویت دین میشه اول انفجار سری تو شو، نشویم که ما در او حالت برسیم. عزیزان گرامی، مردم هم میفهمه، مردم حالات و وضعیتش هم میفهمه، گناه نداره مردم عوام بیچاره. خود دشمنا و دسیسه های خیلی فراوان دنیای کفر است که اینجا کار کرده رویست. امی علمای خودم یقین به الله سبحانه و تعالی بکن، بس اوقات من میگم ملامت نمیکنم. چرا؟ پیشتر گپ از قاضی و حمدالله و سلم شد. یقین بکن عالم ما که وقتی فارغ شده امو کتابه که خودش چرمی پوش کرده، گل در بغلش کرده، امو را نگاه کرده، یک کتاب شرح حدیث قطش نیست، یک کتاب تفسیری قوی معتمد قطش نیست. و بیچاره از کجا بیان کنه؟